خیلی‌ها فکر میکنن که ما عقلمون از دست دادیم، فکر میکنن راهی که انتخاب کردیم برگشتی نداره، ولی نمیدونن همه ما مسافریم. این جاذبه خاکه که ما رو درگیر میکنه، ولی عهدی که ما داریم، عهدی که با خدا بستیم، ما رو وادار به رفتن میکنه. عقل به ماندن میخواند و عشق به رفتن.